یه عروسی با طعم شوخی‌های عجیب غریب. بخوام روش بگم امیرحسین، صبحانه با زرافه از اسمش معلومه که قراره با یه چیز غیر عادی مواجه باشیم، یه چیزی که اصلا غیر معموله. واقعا هم غیر معموله. بریم ببینیم چی. 10 سال بود با مرد نرقصیده بودم. موقع بزن و به کوبه، موقع بزنم به چوبه دیگه صبح. میخوای تار بتنی به تن من؟ نتن. شب دارکی شد. کی کارو با زرافه صبحونه خورده که ما دومیش باشیم؟ نمیدونم، لابد روش ساعت خورده. دیالوگ از فیلم بود. یادم نمیاد. فیلم بود یادش نمیاد. انقدر که فیلم قشنگ بود. انقدر که ما لذت بردیم از این فیلم. بگذاریم الان شروع نکنیم خراب کردن فیلم. صبحانه و زرافه ها ساخته دومش سروش صحته، اولیش که جهان با من برقص بود و بی‌نظیر. یکی از بهترین فیلمایی که میتونیم تو لیست 50 فیلم برتر ایرانی بذاریم یا حتی مثلا تاپ لول در این حد. من دوستش داشتم. میدونستی من اصلا ژانر جهان بابام برقص رو دوست نداشتم، ولی واقعا بازی من فکر کنم بالا با 10 بار دیدم. واقعا قشنگه. منم زیاد ندیدم ولی خب مثلا چند باری دیدم. اما صبحانه با زرافه ها، بازیگرای فیلمم که پژمان جمشیدی، بیژن بنفشه‌خواه، بهرام رادان و بهترین بازیگر هادی حجازی فره. واقعا هادی حجازی فر تو این فیلم خوب بازی کرد. مجید یوسفی هم هست راستی. مجید یوسفی هم که تو متفاوت هم بازی کرد هست. آره متفاوت هم بازی. بکنم اصلا با فیلمای سوش صحت من بودن از این. بله. فیلم چی بود سریاله؟ خیلی سخت است. نه مگه تمام چند تا بهاره. من اون سریالم حتی تا یه جای دیدم. ما فیوریتمون نبودش واقعیت. البته تایمی بود که شاید مثلا اگه الان پخش میشد میتونستم، ولی تایمش خیلی تایم بدی بود. ما چند وقت پیش قرار بود با امیرحسین بریم این فیلمو تو سینما ببینیم که نرفتیم، که خدا رو شکر که نرفتیم. چند شب پیش که اومده بود گفتم امیرحسین یه شام خوشمزه میذارم و بشینیم فیلم ببینیم. ما تو دقیقه 43 و 43 بود ما اینجوری بودیم خب که چی الان چه اتفاقی قرار بیفته. امیرحسین که میرفت سرچ میکرد، توییتر میخون، اینو میخون، بعد میگفت اینا چی میزنن خود بگو. خب خیلی دیگه سحر داشت میرفت تو بطن قضیه. خودم دیگه بگم من بعد از دیدن این فیلم گفتم شاید لابد من نفهمیدم چیه و رفتم که سرچ کردم طبق معمول صبحانه با زرافه ها و نقدا رو دیدم و گفتم که مثل اینکه من واقعا نفهمیدم چی بود. تا امروز که ضبط بکنیم یه بار دیگه سرچ کردم و یه دوست عزیزی داشتیم که من خیلی دوست دارم نقدش دنبال میکنم، گفتش که احتمالاً پول گرفتن که چیزی گفتن اونا راجع به خوب بودن این فیلم. من خودم به شخص دوست نداشتم، اصلا کمدی نداشت. خب یه جایی یه سری کارا میکردن که میگفتی خب احتمالاً رو اون داستانن که این اتفاق میفته، ولی بابا ما این همه فیلم دیدیم که راجع به کوکائینه و بازیگره میدونه که وقتی کوکائین رو مصرف میکنن چه اتفاقی میفته. نظر شما چیه؟ من نظرم اینه که میدونم نیم ساعت اول فیلم که من اصلا اینجوری بودم واقعا خیلی بده، ولی از موقعی که هادی حجازی فر اومد یه تکونی خورد. آره یه تکونی خورد که باید تکون میخورد، اگه نمیخورد من درجا خاموش میکردم اصلا. و من ببین یه 2 تا چیز که هست، بهرام رادان واقعا خوب بازی کرده بود. آره متفاوت‌تر از نقش‌های کلیشه‌ای بود که به بهرام رادان میدادن. یه بچه پولدار خوشتیپ فلان این داستانا، اینجا خوشتیپ نبود، پولدار نبود و با دوستای پولدارش کوک میزد. تو چی کارش کنی؟ اینو بزنی همه چی دایورت میشه. و فوق‌العاده بازی کرد به نظر من. اینجا پژمان جمشیدی رو داریم که ستاره سینماست، یعنی نمیگم ستاره است، یعنی شما هر فیلمی الان رو پرده سینما میبینی پژمان جمشیدی داره توش بازی میکنه و تکراری، ولی اینجا اصلا انگار رشدی نمیخواست داشته باشه، انگار کارگردان بهش گفته تو از اول تا آخر یه چیزی رو برو جلو. از اینجا به بعد ما میخوایم اسپویل کنیم. فیلم محوریتش این مدلیه که یه عروسیه، خب که قراره دوستاش برن تو اون عروسی. میرن تو عروسی، صحنه اوله که اینا وارد عروسی میشن چه دیالوگیه که میگن و چه بازی افتضاحی آقای بنفشه‌خواه ما از شما انتظار نداشتیم حداقل. یعنی من به شخص دوست داشتم که اونجا بدرخشی. خب
ولی خب فیلمنامه اجازه نمیداد بدرخشی. چیزی بگم این وسط رو، من یه دونه مصاحبه دیدم از فریدون جیلانی و سروش صحت. مصاحبه که سحر میگه با هم خودش هم گذاشت. آره من گذاشتم اصلا با هم دیدیم. من دوباره یه تیکه‌ای از مصاحبه رو یه جا دیدم و فهمیدم که اصلا اون مصاحبه اینجوری بود که بیاد بگه فیلمش یعنی چی. در مورد فیلم بود کلا؟ نه در مورد فیلم نبود، یه تیکه‌هایی راجع به فیلم صحبت میکرد. ما تو سینمای نمادگرایی که اگه اسمشو اون فیلمو بذاریم مثلا نماد بود و فلان و این داستانا، یه بحثی که داریم اینه که آقا شما اون نماد رو نباید بیای توصیفش بکنی. وقتی نمادی رو توصیف میکنی پس نماد نیست، پس مردم نمیشناسن. وقتی تو میای میگی عنکبوت نماد فلان بود، این نماد فلان بود، بعد اومده خیلی راحت. ببین من اینو واقعا بدم اومد، این مصاحبه رو دیدم از سروش صحت بدم اومد که آقا سروش صحت برگشته اینجوری کرده، گفته که ما نگفتیم چه موادی میزنن. خب مردمو گاو فرض کردیم، خب معلومه چه موادیه. اما من تمام حرفم رو اینه که آقا وقتی اون مواد رو میزنی هیچی کند نمیشه، همه چی تند میشه. خب ولی این فیلم کند بود. اگه تو میخواستی با اون دیالوگا، با اون سکوت‌ها و اینا نشون بدی اونا آدمای فریکی هم و رو مواد دارن این دیالوگا رو، این چیزا رو میگن، پس باید چی کار میکردی؟ باید فیلمو تند میکردی دیگه، ولی تند نکردی فیلمو. از سکوت‌های بیجا اصلا یه چیزای عجیب غریبی بود. آی سروش صحت، من میدونم شما هنرمند فاخری هستی ولی واقعا این فیلمتون در حد شما نبود. میگم ولی فریدون جیلانی یک جوری تعریف کرد از این فیلم که میگم اصلا تا حالا همچی کمدی رو ندیدم. نظرم اینه ما یه جاهای آراغ فلسفی میزنیم، خب خیلی راحت نمیفهمیم فیلمو، میگیم عجب فیلم عمیقی بود. حالا بیا توضیح بده عمیقش یعنی چی. ما یه دوستمون گفت خیلی قشنگه. گفتم خب الان مثلا یه سکانس فیلمو گفت یادم که نیستش، ولی به نظرم خیلی قشنگه. مثلا ندیده وقتی فیلمی یادت نیست پس قشنگ نبوده دیگه. من فیلمی که 100 سال پیش دیدم واقعا الان یادم. حالا من خودم به شخص بعضی موقع اینجوری میشم که یادم میره، ولی میگم وقتی این فیلم انقدر نزدیکه، حالا مثلا یه سالم نشده هنوز که درسته، یه سالم نشده دیگه اکران شده، وقتی این فیلم آقا کسی یادش نیست یا کسی اصلا نمیدونه معنی فیلم چیه، آقا وقتی شما یه برنامه‌ای میذاری که میای تحلیل میکنی فیلم تو، پس فیلمت کار نکرده دیگه. اما اصلا میدونی 121 میلیارد فروش داشته؟ بله مثل فسیل و خب آقا فسیل قشنگ حالا از نظر ما ولی خب نظر من مخاطب اگر مهمه برای کسی اگه چیزه آقا یه فیلمی بسازیم ما هم بفهمیم. ما فن خود سروش صحت هستیم و خداییش همه برنامه اکشن من اکشنشو میبینم، خیلی دوستش دارم، خیلی استایل باحالیه توی برنامه سازی و اینا که داره انجام میده. سروش صحت اومد اعلام کرد گفتش که ما مثلا خانوما رو از تو خونه برداشتیم و نمیخواستیم باشه و این داستان، اما استفاده ابزاری و تبلیغاتی کردن از خانوما تو اون فیلم. میدونستی؟ نه تیزرهای فیلمو دیدی؟ نه. کلا همون سکانسایی که دختربازی دارن، بریم ایتالیا که تیکشونه که یعنی مثلا بریم فرانسه یا ایتالیا، اینقدر فیلم اسپانیا بود نمیدونم یه جایی می‌خواستم نه ایتالیا بود چون ایتالیا آره صحبت کردن این بریم ایتالیا یعنی بریم مخزنی کنیم. خب ولی آقا برای تبلیغ اون کارو نکن دیگه. حداقل اصلا خیلی صحنه جالبی نبود برای من دوست نداشتم اون حالت مخزنی رو. نظرت چی بود راجع به اون صحنه‌های مخزنی و اینو؟ میفهمیدیش؟ آره میخواستم همین الان که تو داشتی میگفتی بگم که من اصلا اون سکانس رو دوست نداشتم، واقعا اینکه گفتش که یهو اومدن گفتن که بریم خونه و فلان غذا اینا بگیریم. واقعا به نظر من دخترای ایرانی‌ها داره خیلی شروع حمل نشون میده به نظر من. نه میدونید داستان چیه؟ اصلا فضای فیلم یه فضای سورئالی، خب نمیخواد که با واقعیت نزدیک باشه توی فضا سازی، ولی توی عمق میخواد با واقعیت نزدیک باشه. در کل من به فیلم صبحانه با ظرافه‌هاش نمره 4 رو میدم، اونم فقط 4 طرف به خاطر هادیه اجازی‌فر. من 3 میدم. همچنان من میخواد کمتر بده. تو کمتر اصلا من که میخواستم واقعا یه جایی صفر بدم، ولی خب چون بازیگرهای خوبی داشت این فیلم، حالا بازی خوبی زیاد نداشت ولی هادی اجازی‌فرش سنگینی میکرد. امیر حسین من واقعا آخرش نفهمیدم که ته داستان چی شد. داستانی نداشت که
داستان این مدلیه که این فیلم خب میخواست که به یک معنای زندگی، مرگ و بخشش و فلان این حرفا چنگ بزنه خب، اما موفق نبود. نه. چرا؟ ببین تو زمانی که میای یک چیزی رو نشون میدی خب، بعد میای اونو توضیح میدی، من اینو واقعا بدم میاد خب. آره آدما خودشون تحلیل کنن قشنگه ها، ولی خودت بیای اینو توضیح بدی یعنی مخاطبت نفهمیده اینو چیه. اون عنکبوت اولش نشون داد اگر اون عنکبوتو کشتن یه سری اتفاق افتاد. آخر فیلم یه اتفاقی افتاد که عنکبوتو نکشتن و نشون داد اگه عنکبوتو نمیکشتن چه اتفاقی میافتاد و اتفاق چی بود؟ صبحانه با زرافه ها بود. خب همین من خودم شخصا گفتم الان یه زرافه واقعی میادش توی فیلم. سوالم این بود که چرا صبحانه با زرافه ها؟ بعد که توی اون توی کاشتی که اونجا زد که گفت من مثلا میخوام با زرافه ها صبحونه بخورم، فهمیدم منظورش یک رویاییه. اونجا کاشت زد که برداشت کرد. برداشت نکرد دیگه. نه برداشت کرد. چرا؟ آخر فیلم یه برداشت زد ولی برداشتی نبود که مثلا بگی او همش به خاطر همین یه پلان بود. این سروش ساعت واقعا قوی کار میکنه، شکی درش نیست، ولی این فیلم نشسته بود حداقل برای من. هم نشسته، من وایساده بود، من سهرم وایساده بود، نمکاشو ریخته تو این ویدیو سر. انقدر من کات زدم این نمکا رو، حالا دیگه این یه دونه رو میذارم با چیز گناه ده. تا سهر داره دنبال توییتا میگرده، اینجا این سکانس و من و سهر دوتایی میشینیم فیلم ها رو با هم میبینیم و میایم یه توضیح کوچولویی راجبشون میدیم و نظر شخصیمون رو میگیم. اگر شما دوست دارین ما رو حمایت بکنید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و ببینیم که چه خبره. خب توییتا چی میگه؟ امیر حسین فراست بازی در میادم. یکی نمیشه چقدر بازی پژمان جمشیدی تو فیلم صبحانه با زرافه بده. بد که نه، افتضاحه، برعکس فیلم الافزار. عجب فیلمیه گفت. گرچه خود فیلم متوسط و در لول سینمای افول کرده ایران. حالا ما میگیریم اونو نخوندی این تیکشو؟ باقی خوب بودن نسبتا. فیلم صبحانه با زرافه ها فیلمی با درجه طنز ضعیف، خلاقیت خیلی پایین، سرشار چه می‌خندی؟ همونینه. سرشار از تبلیغ و عادی انگاری رفتارهای زشت و غیر اخلاقی ناهنجاری ها. حقیقتا از سروش صحت همچین توقعی نداشتم. ببین سروش صحت هیچ کس توقع نداشت. شاید ذهنیتم الکی بوده. متاسفم که مجوز این فیلم های بی محتوا داده میشه. نظر شما چیه؟ یکم راجع به صبحانه با زرافه ها حرف بزنیم. یه سری چیزا رو براتون بگم که براتون قابل درک بشه. از شخصیت دکتر شروع میکنیم. یک شخصیت خیالی بود، نماد بخشندگی بود. چقدرم شب دارکی شد که به دارک کمدی فیلم اشاره میکرد. رنگ لباسش، تمام فیلم لباسش سفید بود، نماد صلح و بخشش. کار خوب رو همونایی کردن که وسط فیلم بلند شدن رفتن بیرون از سینما. قطعا اگه من میرفتم سینما این کار میکردم. اینم بود از نظر ما و دوستان توییتر. صبحانه و زرافه ها رو دیدن و لذت بردن. ما دیدیم و لذت نبردیم. ما از اوناییم که لذت نبردیم. نظرتون رو بگین، حتما کامنت کنین. تا فیلم های بعدی، خدا نگهدار. خداحافظ.